رقابت میکند. پهلوانی جوان و امیدبخش تاجیک مهدی باروتوف در چمپیونات جهان میانی نورسانی تا 17 ساله در وزن 60 کیلو صاحب مدال نقره گردید. در رقابت نهایی نماینده تاجیکستان با سعید امیررضا طهماسپور از ایران قوه آزمایی نموده در یک رقابت شدید با حساب 6-8 مغلوب شد و برنده مدال نقره شد. باروتوف در راه رسیدن به فینال بر نمایندگان مصر محمد امل غلالته احمد، ورزشگری ازبکستان صدرالدین толкинбоев، نماینده رومینیا الکساندرو ایلی لونگو دستپولو گردید. یادآور می‌شویم که این اولین مدال تاریخی تاجیکستان در چمپیونات جهان میانی گشتنگیرانی تا 17 ساله میباشد که امسال در شهر بوکوی آذربایجان جریان دارد. افسوس که باز هم دو امتیاز رو نقره دست یابد. سال گذشته مهدی باروتوف در چمپیونات جهان توانسته بود که برنده نشان برنجی شود و امروز نشان نقره که به دست آورد برابر با طلا است، چون که